دوران یونان، برتری یونان رو ببینیم در قرن مثلا 16 و 17 خیلی راحت میتوانیم بفهمیم که مکتب کلاسیسیسم چرا به وجود اومد و کجا به وجود اومد. اصول کلاسیسیسم همین بود. اصول کلاسیسیسم در واقع بازیافت اون اقتدار گذشته در فرهنگ و هنر یونان بود و جستجوی کمال، تقلید از طبیعت، تقلید از قدما، حقیقت نمایی، برازندگی، وحدت موضوع و وحدت زمان و وحدت مکان، اینها اصول کلاسیسیسم بودن و در قرن 17 به اون دلایل به وجود اومدن. حالا می‌بینیم که از دل همدیگه اینها مرتب داره حوادث تازه‌ای داره رخ میده و کم کم ما یک روحیه جدیدی رو کشف خواهیم کرد که این روحیه اصیل و قلب مرکزی مدرنیته است. همون زایش مسائل از درون همدیگه، اما این زایش بدون تضاد و برخورد که نبوده. اینها با رفاقت با همدیگه که از دل هم در نیومدن، اینها به خاطر تضاد از دل همدیگه در اومدن. و اگر بخوایم ایده مرکزی مدرنیته رو بهش اشاره بکنیم، در واقع همین ایده تضادی هست که در واقع با همدیگه برخورد داره. مکتب‌ها مرتب با همدیگه برخورد دارن، از دل همدیگه در میان. در انتقاد به مکتب کلاسیسیسم و در انتقاد به اون روحیه اقتدارگرایی که روشنگری پیشنهاد کرده بود، مکاتب دیگری مثل رمانتیسیسم پدید اومدن. این واقعیت رو ما باید بهش توجه بکنیم که روشنگری درسته که یک جریان رهایی بخش و جریانی بود که عقلانیت رو می اومد مرور می‌کرد و پیشنهادهای تازه‌ای برای رهایی انسان داشت، اما نوعی خودکامگی در درونش وجود داشت، نوعی تک‌صدایی درش حاکم بود، اجازه میداد که رفتارهای تندروانه و انقلابی در ساحتش رخ بده و در واقع در یک کلام اگر بخوایم خیلی بدبینانه نگاه بکنیم که شاید واقع نگرانه هم هست، منطق نهفته در درون روشنگری همان منطق سرکوبه، همان منطقیه که اجازه نمیده صداهای دیگه پا بگیره. چون اینها در سایه دو تا روایت بزرگ وجود داشت. یکی روایت آلمانی که در سایه فلسفه هگل شکل گرفت و اون اعتقاد لایزال به علم و اینکه ایمان به علم و اینکه علم میتواند ما رو نجات بده و در این مسیر تاریخی ما رو به اون سرانجام و اون غایت در واقع کمال گرایانه برسانه. و دیگه اون ایده‌ای که در فرانسه پای گرفت، در ایتالیا شکل گرفت، ولی در فرانسه با ظهور روشنفکران، طبقه روشنفکران اینجا تقویت شد و اون اعتقاد به عقلانیت. جالبه که در فرانسه ماجرای رخ داد که فیلسوف‌ها و دانشمندها و روشنفکر اینها همه با هم مخلوط شدن، یک تیپ جدید شکل گرفت. امروز که هنوزم که هست، ما به آدم‌هایی که خیلی فرهیخته هستن و خیلی دانشمند هستن گاهی به غلط میگیم روشنفکر. این ریشش از اونجا میاد و در واقع به دانشمندها هم میگفتن فیلسوف. چرا؟ چون اونها داشتن یه اتفاقات بنیادینی، اونها داشتن آرام آرام با تیشه داشتن اون مبانی رو متزلزل میکردن و باب ظهور افکار تازه و دیدگاه‌های تازه رو فراهم میکردن. خب حاصل مدرنیزاسیون چی بود؟ این بود که اومد با گسترش شهرها و با نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی کم کم انسان‌ها هم از همدیگه فاصله گرفتن و به مرز از خود بیگانگی حتی رسیدن. کالا اومد به عنوان یک بت مطرح شد، ارزش بسیار بالایی داشت. چرا؟ چون با جوهره کار که در واقع جوهر انسانی هست مبادله میشد. دیگه چی؟ دیگه اون نظم مدرنی که حاکم شده بود بر شهرها و در تا یه زمانی واقعا بسیاری از افراد این رو می‌ستاییدن و بعد کم کم احساس کردن که در درون همین نظم گرفتار شدن و اون تمثیل معروفی که ماکس وبر میگه قفس آهنین و انسان در اون قفس آهنین گرفتار شد. خب اگر صحبتی دوستان دارن خواهش میکنم بفرمایید.
قرار نبود که اینطوری تک صدا بحث میشه. من این مقدمه رو سعی می‌کنم ظرف 10-5 دقیقه دیگه ببندم و وارد بحث ادبیات امر مدرن و ادبیات مدرن بشیم. خصلت‌های دوران مدرنیته این بود که فردیت رو برجسته کرد و به انسان فهماند که خود رو فقط در سایه عقل میتواند بشناسد و اساساً معرفت و دانایی در سایه علم فراهمه و از اینجا یک خطای بنیادینی به میان آمد که البته این خطا ریشه داره در نزد افلاطون ماجراش، ولی دوباره اینجا تقویت شد و اون که حقیقت رو مترادف با عقلانیت دانستند و در ضمن حقیقت رو و عقلانیت رو خیر هم می‌دانستیم. یعنی ما امر نیکو و امر بالا رو همان عقلانیت می‌دانستیم، عقلانیت هم برابر بود با حقیقت. بنابراین طبیعیه که ما انتظاری که داشتیم از زبان و از علوم و تمام مسائلی که در ساحت فرهنگ و فکر بشری وجود داشتن، انتظاری که ازشون داشتیم این بود که هرچی بیشتر به سمت وضوح و شفافیت برن. خب آسیب‌هایی رو فراهم کرد. کم کم استیلای این ماجرا اومد، استیلای بحث خردگرایی اومد و انسان رو آزار داد و تنهایی انسان اومد مطرح شد. تغییرات بنیادینی مدرنیته در جوامع انجام داد. مثلا در ساحت اجتماعی اومد اصلا یه طبقه‌های جدید فراهم کرد، یه موضوعات جدید، مفهوم طبقه رو پیشنهاد کرد، مفهوم جنسیت تا کنون معنا نداشت ولی اینو اومد مطرح کرد و همچنین در ساحت سیاست اومد بسیاری از رژیم‌ها رو کنار زد. رژیم‌های تازه اومدن پایه‌گذاری شدند، جنبش‌های سیاسی تازه اومدن شکل گرفتن و در ساحت فرهنگ هم همینطور مسائل تازه اومد مطرح شد. بحث فمینیسم، اینا چیزاییه که مدرنیته بهش اجازه بروز و ظهور داد. بفرمایید. چیزهایی به وجود اومد که تاکنون وجود نداشت. لیبرالیسم، سکولاریسم، مارکسیسم، ایده دموکراسی، اینها همه زایده دوران مدرنیته است و همه اینها کلاف تو در تو و تار و پودی هستش که ما باید همه اینها رو توجه داشته باشیم بهش تا بدانیم که کم کم چی بر سر تمدن، حالا یه خورده منفی بیان کردم، چه اتفاقی داشت می‌افتاد و کم کم اینها میاد. خب طبیعتاً در حوزه ادبیات هم خودشون نشون میده. خب اگر بخوایم به مدرنیته رو من خیلی خلاصه ازش میگذرم. باتلر ییتس یه شعری داره میگه که چیزها از هم پراکنده میگردند، سررشته امور از هم میگسلند، محور و مرکز دیگر یارای ایستادن و تاب آوردن، محور و مرکز را دیگر یارای ایستادن و تاب آوردن نیست، گویی تنها بی نظمی، آشفتگی و هرج و مرج در عالم سایه گستر شده است. این چیزیه که در واقع روایتیه که هنرمند و شاعر اون روزگار دریافتیه که از مدرنیته داشته و مدرنیته اون روندی بود که از ظرف 200-300 سال اومد خودش رو در قالب صلب مدرنیسم پایه‌گذاری کرد و مدرنیسم اومد تقلیص شد، تقویت شد و انسان رو در رنج گذاشت. تا کنون، تا قبل از این ما انسان مرتب در تلاش این بود که مرکز رو حذف بکنه و گفتمان‌های برتر و اقتدارگرا رو کنار بزنه، ولی در دل خودش در واقع یه گفتمانی رو پیشنهاد کرد و اون چی بود؟ برتری مرکز منتقل کنه در واقع. آفرین، دقیقاً مرکز رو منتقل میکنه. در کتاب معمای مدرنیته خیلی خوب بابک احمدی اینو باز کرده و میگه که در ایده مسیحیت ما اقتدا به الوهیت و روحانیت رو داریم، ولی خب در دوران مدرنیسم
میاد جاشو با عقل و علم عوض میکنه. در اونجا باور به یک غایت بشری، غایت نهایی داریم که بشر در سایه تعالیم الوهی به رستگاری و کمال میرسه. در اینجا هم ما اعتقاد داریم به یک غایتی که انسان به فراوانی و گسترش و رشد و پیشرفت هرچه تمامتر خواهد رسید و اینها بودن که باعث شدن که بسیاری از رفتارها و بسیاری از وقایعی که در دوران مدرنیسم انجام شد، مثل کشتارهای جمعی، مثل کشتارهای نژاد پرستانه، مثل جنگ‌های جهانی، مثل تخریب محیط زیست، همه اینها اومدن توجیه شدن به این سایه. خب بنابراین انسان اومد با یه خلأ روبرو شد و اون خلأ دوباره مرکز بود. حالا چه اتفاقی افتاده؟ مرکز رو پس زدیم، یه مرکز جدیدی رو به نام عقل و عقلانیت و سایر ماجراها پیشنهاد کردیم و دوباره از اون عذاب قرار گرفتیم. انسان اومد به جستجوی یک مرکز تازه. چه اتفاقی افتاد؟ در شعر، در ادبیات، سردمداران ادبیات مدرن مثل در حوزه داستان و ادبیات داستانی جیمز جویس اومد به جستجو کرد توی سرچشمه‌ها، توی کجاها رفت دنبال اسطوره‌ها، افسانه‌ها، فولک. الیوت همین کار کرد، دی‌اچ لارنس همین کار کرد و دیگران. همه این تلاش‌ها برای اینه که ما بتونیم یک مرکز دیگه به دست بیاریم. حتی جنبش رمانتیک یا رمانتیسم که یه جنبش کاملا انتقادی است. امروز ما وقتی میگیم رمانتیک، طرف رمانتیکه، در واقع منظورمون اینه که خیلی سانتیمانتال، آره خیلی با احساس، خیلی سافت، هیچ خاصیتی در واقع در یک کلام نداره، موضع گیری نسبت به جهان پیرامونش نداره. ولی واقعیت این بود که جنبش رمانتیسم یه جنبش کاملا انقلابی بود. چرا؟ چون اومد برتری گفتمان عقلانی رو اومد مخدوش کرد و یه چیز دیگری رو اعتقاد داشت به آزادی تمام، به احساسات و شور و هیجان تمام و در واقع اون عینیت رو کنار زد، پس زد و اومد به جاش ذهنیت رو پیشنهاد کرد. ببینید یه اندیشه بسیار جالبی است، یه دیدگاه جالبی است که میگه در فرهنگ غرب تبدیل شده به جدول تناوبی سنت. یعنی همه جریان ها میان در متضاد به هم دیگه عمل میکنن. این یکی میاد دیگری رو پس میزنه. کلاسیسیسم میاد و علیه اون میاد رمانتیسیسم. آفرین، دیالکتیک. اما دیالکتیک رخ نمیده در خیلی جاها. در خیلی جاها رخ نمیده، چون دیالکتیک اینه که ما به یه سنتزی برسیم، یه ایده تازه‌ای زاده بشه، ولی در خیلی از جاها این اتفاق نمیفته. کاملا عنادگرایانه و کاملا مکانیکی برخورد میشه. در جستجوی اون مرکز مکتب هنر برای هنر اومد پیشنهاد شد. اون مرکزی که اینا پیشنهاد میکردن چی بود؟ زیبایی شناسی بود. اینا میگفتن آقا هیچ چیزی، هنر محمل هیچ چیزی نباید باشه. بسه، خفه شدیم از بس که صحبت از ادعای نجات بشریت و نجات انسانیت شما کردیم. ما میخوایم فقط به زیبایی بیاندیشیم و اون امر رشد و اون امر آزادی در سایه همین گفتمان آزاد رخ خواهد داد. باز از دل این مکاتب دیگری اومدن سر برون کردن. رئالیسم اومد سر بر کرد، ناتورالیسم اومد سر بر کرد. خب بنابراین اگر که یکی از مرکزی ترین ایده های هنر مدرن رو بخوایم برشماریم، همین جستجو برای یه مرکزه. این جستجو باعث میشه که در واقع اینا به ضمن این که به برتری یک مرکز بی اعتقاد بود، چون زهرش رو چشیده بود، ضمن این میدانست که نمیتواند که انقدر منتشر عمل بکنه. بعدها البته دادائیست‌ها اومدن و حتی مثلا کلاژ کردن، حروفی رو کنار هم دیگه قرار دادن. این مال بعدتره. قبل از اون الیوت اومده بود این رو لمس کرده بود. اگر حوصله داشته باشید شعری از الیوت رو، سرزمین حظ رو با هم بخونیم و نگاهی بهش بکنیم. قبل از اون من مایلم که یه شعری از بودلر رو بخونم. بودلر چه نابغه‌ایه این شخص. 100 سال پیش از این که سایر متفکران و اندیشمندان پی ببرن و اصلا بیان شارحان مدرنیته بیان و چیزی رو بیان بکنن، بودلر میاد و سخن از مدرنیته میگه و چقدر خوب به قلب ماجرا میزنه. دقیقاً برجک ها رو نشانه میده.
و رفتار بودلر رو خیلی جالبه، باید زیر نظر بگیریم. یه کتاب خیلی زیبایی هست به نام تجربه مدرنیته. یه مقاله داره بنیامین توی کتاب بسیار رهایی راجع به بودلر. آفرین. در یک کتابی هم در اومده بودلر بنیامین که یک کتاب کوچیکیه که در واقع اشعار منصورش رو اومده بحث کرده در موردش. تجربه مدرنیته نشر طرح نو اینو در آورده. در واقع مدرنیته رو اومده از دل متون اساسی که در دوران معاصر پا گرفتن و همچنین مطالعه شهرها، مثلا با مطالعه پترزبورگ اومده و در واقع دیالوگی کرده باش و یه مقاله بسیار خوبی داره راجع به بودلر. بودلر یه رفتار ضد و نقیضی داشته، یه سری در یه جایی داد سخن در میده و ستایش میکنه از بورژواها. یه آدم بسیار ضد بورژواست، میگه که در یه جایی سخن داره میگه که اگر که یه شاعر بخواد که بورژوایی رو تو استبل بکنه کله‌شو میبرن، ولی اگر یه بورژوا بخواد شاعر رو مثلا سرخش کبابش بکنه هیچکس مانعش نیست. از طرف این حرفا رو میزنه، یعنی نگرش‌های ضد پاستورال داره. این مقالات و اندیشه‌های بودلر رو به دو بخش تقسیم کردن، پاستورال و ضد پاستورال. در اندیشه‌های پاستورالش میاد بحث میکنه و شیفته اون زیبایی و جلال و جبروت و نظم مدرنه. قهرمان بودلر کیست؟ قهرمان بودلر یه دندیه. دندی که کریستیانگی، یه نقاش معمولی میانمایه که نقاشیش خیلی خوشگله، اصطلاحاً خیلی خوشگل و براقه، همه چیز سر جای خودشه. دندی یعنی چی؟ یعنی اگه ترجمه بخوایم بکنیم یعنی سوسول. قرتی خوب نیست ولی سوسول. در کریستیانگی یه آدم بود همه چیز آنکات، مرتب، بسیار خوشتیپ بود و قشنگ آمد. در یه جا بودلر اینو ستایش میکنه، در جای دیگر میگه که ای بورژواها، شمایید که تشخیص میدید، شمایید که حامی هنرید، شما خیلی اصیلید، شما میفهمید. و در جای دیگه اینها رو به باد انتقاد میگیره. برای بودلر دچار تضاد و تناقض نبوده تماما. من فکر میکنم با اون هوش و ذکاوت خودش قلب ماجرا رو گرفته. قلب ماجرا اون ایده مرکزی نهفته در درون مدرنیته است و اون این که مدرنیته یه خاصیت ضد و نقیض و متناقض داره. توصیفی که بودلر از مدرنیته میکنه میگه که میگه مدرنیته، امر مدرن، اون منظور من از مدرنیته آن جنبه گذرا، حادث و تصادفی است، آن نیمه هنر که نیمه دیگرش جاودان و لایتغیر است. یعنی در واقع برآمدن یک حادثه، یک امر تازه و طرفه از درون یک امر ثابت و جاودان، این خاصیت مدرنیته است. این همون چیزی که جدول تناوبی سنت نام گذاشتند، در واقع مرتب در چالش و جدال با هم دیگه است. ببینیم بودلر خودش در شعر چه کار میکنه. یک شعر فکر میکنم توی این تضاد، این شعر لاشه رو میخوام بکنم. روان من آیا بیاد داری آنچه را دیدیم در آن صبحگاه دلپذیر تابستان. در خم کوره راه لاشه‌ای پلید بر بستری از سنگریزه افتاده بود، تا در هوا به سان زنی شهوتران غرقه در عرقی زهراگین می‌گداخت و گستاخ و بی شرم و بی حیا شکم بدبوی خود را گشوده بود. آفتاب بر آن لاشه پوسیده میتابید، گویی که میخواست برشته‌اش کند و 100 برابر آنچه را که در پیکره بود به طبیعت بیکرانه بازگرداند. آسمان اسکلت با شکوه را می‌نگریست، به سان گلی بود که از هم می‌شکفت. بوی لاشه گندیده چندان بود که پنداشتی بر علفزار بیهوش می‌شد. مگس‌ها وزوز می‌کردند بر آن شکم گندیده، دسته‌های سیاه کرم بیرون می‌ریختند از آن و چون مایه‌ای غلیظ جاری می‌شدند بر سراپای رخت‌پاره‌های تنش.
چون موج بر می شدند و فرود می آمدند، یا که با صدای خشک بر می جستند، گویی که نشت آکنده از نفسی گنگ میزیست و دمادم رشد می کرد. از آن منظره آهنگ غریب برمیخاست، چونان صدای باد و آب روان، یا صدای بوجاری که با جنبشی موزون دانه را در غربال میچرخاند. شاهد رستم ها یکی اشکال محو شدند و رؤیایی نماند پیش، طرحی در پرده‌ای از یاد رفته بود، آرام شکل گرفته بود و زین پس تنها نقاش خاطره به پایانش میرساند. در پس سنگ‌ها ماد سگی نگران خشمگین به ما خیره گشته بود، در کمین آنکه باز گیرد از استخوان تکه‌ای را که از کف نهاده بود. آنک ای اختر دیدگان و آفتاب طبع من، ای فرشته من و ای عشق من، تو هم به این زباله همانند میشه، به این لاشه گندیده هولناک. این چه کار کرده؟ عشقشو به یک لاشه که باکی نداره. چقدر این جسارت داشته. این نوع نگاه فقط در سایه امر مدرن رخ میده. تضاد رو در دل همدیگه گنجانده. آری ای شهبانوی نیکی و مهر، از پس خاک سپاری تو هم این گونه میشوی. آن دم که زیر علف‌ها و گل‌های بانشاد میان تلی از استخوان کبک میزنی، آنگاه ای محبوب زیبای من، به کرمی که با بوسه تو را نوش می‌کند بگو که من هنوز با خویشتن نگه داشتم پیکر و جوهر عشق‌های از من پاشیده‌ام. من وقتی این رو میخوانم موهای بدنم سیخ میشه. گمان نمی کنم کسی تا کنون عشق رو به لاشه گندیده‌ای که کرم‌ها در شکمش دارن گول می‌کنن تبدیل کرده باشه، تشبیه کرده باشه. و این همون ماجرایی است که در سایه امر مدرن رخ میده. همون تضاد، همون سیالیت، همون گذرا بودن، همون برجهیدن، همون خارج شدن. اصلا مدرن یعنی چی؟ از میشه مدرن میاد. مدرن یعنی همین الان دل افق مدرنیسم و از درون جریان مدرنیته در بیاد. درگیری خود بودلر یک کم تعیین کردن مرز مدرنیسم یکم دشواره. چون خود شارل بودلر میگه مدرنیسم یعنی اینکه ما بجنگیم برای اینکه باقی‌مانده‌های دیروز رو از امروز بذاریم. یعنی با این تفاصیل از ابتدای تاریخ ما مدرنیته رو داریم. حالا به معنای این شکل این مکتبی که امروز شما بحث کردید در فلسفه و جامعه شناسی حالا بعدها میاد بشه میتونیم، ولی اینکه بگیم مدرنیته و مدرنیسم یک مبحث جدیدی است قرن 16 تا بخش گرفته خیر. یعنی میتونیم بگیم که از ابتدای تاریخ این حرکت وجود داشت. آفرین. دقیقاً در قرن 12 یه راهبی بود که اومد علیه اون معماری، دوستان معمار شاید بدونن، علیه اون سنت معماری گذشته تعمیر کلیساها رو میکرد و اومد یه نظم تازه‌ای رو پایه‌گذاری کرد. اسمش رو گذاشت مدرنوم، یه همچین چیزی. و بعضیا میگن اصلا مدرن امر مدرن اونجا. ولی خب من میخوام یه افتراقی بین ماجرای مدرنیته و مدرنیسم و امر مدرن بگذارم. شاید تاریخی باید تعیینش کنیم دیگه. بله. زمان تاریخی باید باش تعیین کنیم. هر مدرنیست در هر زمانی ممکنه باشه، ولی وقتی میگیم مکتب مدرنیست باید یک تاریخ باش کنیم که از اون زمان به این نوشته با این افراد شناسنامه بهش بدیم. برای کلی به تدریج داره در هر زمانی. آفرین. دقیقاً. خب ما مقطع تاریخیشو برشمردیم. اما کاری که الان می‌خوایم بکنیم اینه که می‌خوایم ببینیم گوهر امر مدرن چیست. گوهر امر مدرن ممکنه که در روزگار ما هم همین الان هم در حال رخ دادنه. جالبه ژان فرانسوا لیوتار که شارح و نظریه پرداز پست مدرنه، این میگه که بحث خیلی جالبی راجع به مدرن مطرح میکنه. باز هم گویای همون تضاد مدرن نهفته در درون مدرن. میگه که مدرن همیشه پسای یه چیزیه، همیشه در تقابل و تضاد با یک چیزی که قبل از خودش هست وجود داره. راسته گیرون پیش میاد استاد گرامی، چون گفتید استاد نگید خواهش میکنم. یکیش بحث همون بحثی که جناب احمدی میگه پندار هویت. یعنی میگه که ما زایش هویت داریم دیگه تو مدرن، یعنی که ما نمیدونیم کی هستیم.
شاید بحثی که در مورد عشق می‌کنه، شاید بحثی که در مورد عشق می‌کنه بیشتر اینکه تا عشق رو رد کنه زایش هویت از عشق از بیشتر میشه. یعنی اینکه آقا خب ما نمی‌دونیم الان این عشقی که داریم چه جور هویتی داره، چه جور مؤلفه‌ای داره و بعد میاد میگه که آقا این همون چیزیه که ما از خودمون هویت بهش میدیم و برای همینه که اگه مثل یک جنازه یک گوشه‌ای هست و که ما حالا شاید معشوقت و یا عشق و هر چیز دیگه رو میتونن از بین ببرن. یه عشقی هست که ما به ازای بیرونی و مستقیم داره. یعنی ما دنبال یک هویت برای عشق می‌گردیم، هرچند که در مورد این هویت وجود نداره. یعنی ما دنبالش فقط می‌گردیم، سرمنزل هویت وجود نداره. البته بحث شما در واقع یک نوع تعبیل از این ماجرا بود. و بحثی هم که ما الان مثلا این شعر، خوانش این شعر فقط به دلیل این بود که لمس بکنیم اون اتفاقی که در اندیشه مدرن و برای افتاده بود و میخوام ایده مرکزی و یا ایده های مرکزی امر مدرن یا گوهر امر مدرن رو لمس بکنیم. لیوتار میگه که میگه که امر مدرن همیشه پسای چیزیه. بنابراین برای اینکه یه اصلا مدرن باشه باید چی باشه؟ گفتیم گوهر مدرن بیرون پریدن از صفه، همونطور که بیرون پریدن از صفه که کافکا میگه، درسته؟ امر مدرن برای اینکه گوهر خودش رو داشته باشه باید این جوهره و این جهش و این سیالیت و این ناپایداری رو همیشه در خودش داشته باشه. بنابراین باید پسای خودش باشه، بعد از خودش باشه. بنابراین باید پسا مدرن باشه. این هم خیلی بحث جالبیه. بنابراین ما میتوانیم مدعی بشیم که امر مدرن نمرده. امر مدرن جریان داره و جریان داشته و خواهد داشت. اما اگر بحث بکنیم پیرامون مدرنیته، خب بله یه جریانی هست که متر و معیار داره که دقیقاً نه اینکه دقیقاً، اما میشه گفت از کجا شروع شد به کجا رسید و چه چیزهایی به بار آورد. اما حالا پرسش من اینه که آیا هر شاعر، هر نویسنده، هر آرتیستی که در دوران مدرنیسم اومد اثر تولید کرد آیا مدرنه؟ واضحه که خیلی واضحه که خب اگر موافق باشین دوستان، یه بحث دیگه که در مورد بحرانی که در هنر مدرن رخ داد، این رو هم اگر بیان کنیم اشاره بکنیم خیلی جالب خواهد بود که در مورد بحران همون بحث هویتی که شما گفتین، چرا؟ چون مرکز از بین رفت، ایده مرکز از